Annem söyledi. Çocukken çok yaramazmışım. Annem söyledi. مامانم گفت. مامانم نقل کرده. ماضی نقلی، گذشته نقلی. annem söyledi. çocukken وقتی که بچه بودم çok yaramazmışım. خیلی بازیگوش بودم. بچه یاراماز بازیگوش صفت بازیگوشی، شیطون بودن، بازیگوش بودن. çok yaramazmışım پسوند موش گرفته، پسوند ماضی نقلی گرفته، گذشته نقلی، گذشته نامشخص. evet çocukken çok yaramazmışım. kim söyledi؟ کی گفته؟ annem söyledi. مامانم گفته. من بچگیمو که یادم نیست، مامانم گفته که من خیلی بازیگوش بودم. پس بچه ها این پسوند ماضی نقلی به اسم و صفت هم میچسبه. یاراماز میشم هم به فعل میچسبه، مثلا گلمیش، گیتمیش، کنوشموش، هم به این صورت میتونیم بگیم، همین که به اسم و صفت میچسبه. مثلا یاراماز میشم، هاستایی میشم، öğretmen میشیم، öğrenci میشیم. به این صورت امیدوارم استفاده کنید. عالی بود. شما هم مثال بزنید، شما هم به قول معروف کامنت بذارید. اگه مشکلی داشت براتون تصحیح میکنم. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.